اینجا هم خروجی همون مسجد هستش. باغ خوشگلی داره. گفتم بازم اینجا رو ببینید. اون گوشه‌ای که الان نشون میدم اینجا یه ذره دیده میشه. این طرف آسیایی استانبوله که داره دیده میشه. طرف آسیایی استانبوله که داره دیده میشه. بعدش یعنی حداقل با اونجا ما 2-3 ساعت فاصله داریم با کشتی و یا با از روی پل باید گذشت و رفت طرف آسیایی. ما الان طرف اروپایی هست. استانبول دیگه، شهر غریبیه. از اینجا هم باز لاله ها رو میتونیم ببینیم. خیلی خوشگلن. این هم که مسجد سلطان احمد هستش. حالا من میگم آیا صوفیه ولی ایشون میگن سلطان احمد. من نمیدونم. باز این ورش هم میتونیم یه نظاره بیاندازیم که خوشگله، بزرگ، خوشگل، خنک، خیلی خوب. نمیدونم این درخت چی هستش ولی لاله ها خیلی خوشگلن. لاله ها باش. Aslında bizim bu tarafta şöyle tutayım ki hani caminin şöyle Şurada Yasemin. Niye geldin o